درود به همه شما رفقا. بریم سراغ اخبار و شوهای این هفته. شو راب 16 سپتامبر با صحبت‌های سی ام پانک آغاز شد. سی ام پانک میگه که وقتی به دبل اومدم دنبال دوستی نبودم، دنبال دشمن خونی هم نبودم، اما متاسفانه این اتفاق افتاد. این فیود خیلی جاها باید تموم میشد، اما من و درو ساده‌لوح بودیم که این فکر رو میکردیم و الان تنها راه پایان دادن به این فیود مسابقه هلینسل هست. خیلی ها بهم گفتن که به این مسابقه تن ندم، اما درو الان شیطان اینجاست. بهت قول نمیدم که بکشمت، اما خون خودت رو خواهی دید و تنها راهی که میتونی منو خلاص کنی کشتنمه. من برای مرگ آمادم، پس بدون که این کار راحتی نیست. در پروموی دیگر جی اوسو و بران بریکر با هم دیگه فیس تو فیس شدن و در آخرم با هم دیگه درگیر شدن و جی یه اسپیر به بریکر میزنه. مسابقه این دو هم سر کمربند اینتر کانتیننتال برای شو راب هفته دیگه ثبت میشه. مسابقه سر کمربندهای تگ تیم جهان که فین بلور و جیدی مکدونا باید از عناوینشون برای اولین بار و گذشت 70 و خورده روز در مقابل نیو دی دفاع می‌کردند. این مسابقه یه مسابقه کوتاه بود و در اواخر مچ هم جاجمنت دی و LWO توی مسابقه دخالت کردند و در آخر فین و جیدی با موفقیت از عناوینشون دفاع کردند. در مسابقه بعدی شو بران استرومن و برانسون رید با هم دیگه مسابقه دادن که مچ با از جا در اومدن تاپ روپ شروع نشد و دو کشتیگیر باز هم یه درگیری وحشیانه رو به نمایش گذاشتن که این درگیری به بک استیج هم کشیده شد و اینکه بهتر خودتون صحنه‌ای از این درگیری رو ببینید. بریم سراغ مین ایونت. دیمین پریست در مقابل دامینیک میستریو. این مچ هم یه مچ نسبتاً کوتاه و متوسط بود که در نهایت مسابقه دیمین پریست برنده شد. بعد از مچ جاجمنت دی باز هم افتادن به جون مامی و دیمین که جی اوسو به کمک اونا میاد، اما وقتی داشت فکر میکرد که چجوری بره توی رینگ، بران بریکر از بین تماشاگرها میاد و یه اسپیر به جی میزنه و جاجمنت دی هم به تجاوزشون به ریا و دیمین ادامه میدن. رسیدیم به اسمکدان. در اولین مسابقه شو شاهد مسابقه سر کمربند آمریکا بودیم که LA نایت باید از عنوانش در مقابل آندراده دفاع میکرد. دو کشتیگیر مسابقه خوبی رو به نمایش گذاشتند و در نهایت نایت موفق میشه که از تایتلش دفاع کنه و بعد از مسابقه دو کشتیگیر با هم دیگه دست میدن و آندراده دست LA نایت رو بالا میبره. یه چیز جالب، لوگن پال با 273 روز قهرمانی کمربند آمریکا فقط 3 بار از تایتلش دفاع کرده بود، در حالی که LA نایت هم با 48 روز قهرمانی 3 بار از تایتلش دفاع کرده و خب میتونم بگم که قطعاً تایتل رین LA نایت تا اینجا، یعنی توی این 48 روز، از 273 روز لوگن پال جذابتر بوده. در بخشی از قبل ضبط شده شاهد فیس تو فیس و پرومو رومن رینز و کودی رودز در استادیومی در آتلانتا جورجیا بودیم. به نظرم این پرومو یکی از متفاوت ترین و شاهکارترین پروموهای تاریخ WWE بود که به شدت پیشنهاد میکنم حتما تماشاش کنید. رومن به کودی میگه خودت رو ببین، بین یه قضیه دو سرباخت قرار داری و با کسایی درگیر شدی که هیچی واسه از دست دادن ندارن. منو نگاه کن، جیمی، مرد دانا، گردنبند رئیس قبیله و هر چیزی رو که داشتم ازم گرفتند و برای اولین بار روی شونه هام باری رو احساس نمی کنم. کودی به رومن میگه که ازت یه قول میخوام که پشتم باشی. رومن میگه باشه، من پشتتم تا وقتی که این داستانا تموم بشه. بعد از اینکه این قضایا تموم شد میام و چیزی که مال منه رو ازت پس میگیرم. کودی میگه که قبلا هم بهت گفتم
اینا قبلا مال تو بوده. رومن میگه تو سر راه همی، توی زندگی تو جلوی راه هم هستی. در پرومو بعدی اسمکدان کوین اوونز در رینگ صحبت‌هایی رو انجام میده که بلادلاین وارد میشن و به کوین اوونز حمله میکنند و DIY به کمک کوین میان و در آخر نیک الیس مسابقه 6 من تگ تیم مچ رو برای مین ایونت اسمکدان بین بلادلاین و DIY به همراه کوین اوونز ثبت میکنه. اما بلادلاین با حمله به DIY در بک استیج باعث میشن که استریت پروفیتز جایگزین اونا بشن. خلاصه که در مین ایونت کوین اوونز و استریت پروفیتز در مقابل بلادلاین قرار میگیرند و تو تیم یه مسابقه واقعا خوب و طولانی مدت رو در حد یک شو به نمایش میذارند. در اواخر مسابقه DIY به کمک کوین و استریت پروفیت میان که کاری از پیش نمیبرند و بعد کدی با صندلی اومد و ترتیب تمام اعضای بلادلاین رو داد و مسابقه به دلیل دخالت‌های بیش از حد نیمه تموم موند و در قاب پایانی شو هم کوین اوونز و کدی رودز همدیگر رو بغل کردند. طبق گفته یه سری از رسانه ها تور انتقام رومن رینز بسیار خاص خواهد بود. از جمله اتفاقاتی که گفته میشه قراره توی این تور انتقام رخ بده: بازگشت دراک و آماده شدن فیودش برای رسلمنیای 41، هیلترن کوین اوونز و رندی اورتن، پیوستن جیمی و جیوسو به رومن رینز، مسابقه وار گیمز مچ بین تیم رومن رینز و تیم سولو سیکوا و یه سری اتفاقات دیگه که هنوز در حد شایعه است. خب دوستان، اینم از اخبار و شوهای این هفته دنیای پرو رسلینگ. من ایلیا رینزم و اینجا جاییه که ما دنیای پرو رسلینگ رو به صورت حرفه‌ای دنبال میکنیم. پس سابسکرایب کانال فراموش نشه، یه کامنت انگلیسی بذار که ثابت نپره. اگر ویدیو خوشت اومد حتما لایکش کن و زنگوله هم فشار بده که به محض آپلود ویدیوی جدید مطلع شی و بیای ویدیو رو تماشا کنی. تا ویدیوی بعدی شما رو به خداوند بزرگ میسپارم و تا درودی دیگر بدرود.